هر چیزی که نامش ریبا هست، فائزخوری هست، چه ایپوتک باشد، چه کردیت باشد، چه لامبارد باشد، چه عادی به همسایه قرض دادیم یا از یک نفر دیگر رفته قرض گرفتیم، هر چیزی که نامش پرسنت و ریبا هست، الله میگه یمحق الله ریبا، برکت آن نابود می شود. و در بعضی کتاب های تفسیر آمده است که از آن ریبایی که گرفتی یا خودت میخوری، نه خودت بهره میبری نه فرزندانت. اون یک پول حرامی هست که پروردگار برکت آن را کلا خاموش کرده است و هیچ ریبا خوره نه خودش نه فرزندش در دنیا ثروتمند می شود، نه روز خوبی می بیند. یعنی برکت این مال کلا در دنیا هم زائل شده یا نابود شده می باشد. الله آنهایی که ریبا میخورند حتی کافر میگوید، یعنی اینها کفران نعمت کردند و گناهگار هستند و آنهایی که هم به الله گناه کردند در برابر